دوستان اومدیم پارکینگ که رایدر هوشنگ خطر رو در بیاریم. هوشنگ اول اسمشه، بعد از 20 روز. واو بمیریم. من بعد از اون ورودیه میرفتم ولی از گاراژ خب دوستان اومدیم که موتور رو دیگه ببریم. ای باری که فلاشو باز کنیم بریم بعد یه ماه استارت بزنیم هوشنگ خطر رو. عشق واسه امضای کار با دست چپ 1 2 3 1 دهنم سرویسه بچه. اومدم بعد یه ماه روشن نمیشه موتور. اینم از پارکینگ پر خاک شده موتور. رفتم کارواش دستی خریدم، خیلی به کار میاد. 1,500,000. چقدر گرون شدن این کارواش دستی ها. یعنی موتور سواری اگر موتور سوار باشی باید از این کارواش دستی ها داشته باشی. هم به درد ماشین میخوره هم به درد موتور. موتور رو روشن کردیم دیگه، آوردیمش، شمعش رو یه باز و بست کردم، برق رسانی ایجاد شد دیگه. اصلا هیچ مشکلی نداشت موتور، چون دیدم باتری کار میکنه، چراغا روشن میشد. ببینین چقدر خفنه، مثل خود کارواشه. 1,500,000 خریدمش. اینا چقدر گرون شدن. اولین بار یادم یکیشو خریدم 180 تومن، ولی چیز به کاریه، خیلی به کار میاد. واسه ماشین لاستیک شستنش هم به درد میکنه. یعنی برای لاستیک شستن ماشینم به درد میخوره. ببینید فشارو خیلی خفنه. موتور خیلی کثیف شده بود دیگه، پر خاک شده بود. خیلی عشقی. موتور صفر، حیف خاک بشینه روش، رخشو خسته نشون میده. رفتم سریع کارواش دستی رو خریدم که بشورمش تو پارکینگ دیگه، چون موتور رو نمیشه برد کارواش، سیستم برقش به چخ میره. اونم با اون شدت کارواش اصلا میزنه داغون میکنه. اینو خریدم که خودم هر موقع موتور کثیف شد بشورمش. خیلی چیزه به کاریه حاجی، خیلی باحاله، باش حال کردم. آقا میصرفه 1,500,000 میصرف. الان چی دیگه میشه خرید با 1,500,000؟ پولی نیست دیگه. جنسش هم خیلی خرکی، همه رنگشو داشت. چون که موتور ما طلایی ست شده طلاییشو گرفت. میخوام لاستیک ها رو تمیز کنم، دستمال بکشم که ببینین چی کارش میخوام کنم. میخوام یه کاریش کنم که اکثر موتور سواران دل همچین کاریو میکنن که میخوام الان انجام بدم. موتور داغه، آب به اگزوست میخوره، تبخیر میشه، بخار میشه. اگر موتور سواری این وسیله‌ایه که کارتو راحت میکنه. تا بخوای هی دستمال نمدار کنی بیای بکشی، بابا اینو یه دفعه میکشی بعد با دستمال خوش میکنی. روش دیگه ای هم میشه انجام داد با این کارواش دستی. میشه اول آب کف بریزی توش، موتور رو کفدار کنین، بعد آب بریزین توش مثل خود کارواش بشورینش. ولی چون که ما همسایگانه، بذار گوشی رو این سمتی کنم دوربینو از این زاویه ببینید بهتر. ولی ما چون همسایگانی داریم که
ادا زیاد در میارن، اعتراض میکنن. گفتیم فقط با آب لاستیکا رو بشوریم تا جایی که میتونیم به برقش آب نرسونیم. مخزنش خالی شد. این ساکسیفون میزنید که پمپ داخلش پر بشه، فشار بده. الان فشارش ضعیف شد، آب کمه داخلش. حاجی خیلی باش حال کردم. یادمه زمان کرونا اولین بار اینا اومد تو بازار، همه توشون الکل میریختن، به در و دیوار و نرده و این چیزا میزنن. یادش نبخیر چقدر دوران کثیفی بود، چقدر زجر کشیدیم دوستان دوره کرونا. انشالله همیشه سالم و سلامت باشیم، هیچ وقت همچین اتفاقی رو دیگه تو زندگیامون تجربه نکنیم. به نظرم خوب شد، الان که نگاه میکنم خوب شد، خفن شده. ولی چون من با لاستیکا الان کار دارم باید خوب بذارم خیس بشن که ببینین چی کار میخوام کنم. حاجی 28 روز رفتیم مسافرت، 28 روز رفتیم مسافرت، تقریبا 9 تا شهر رو ما رفتیم گشتیم، اقامت پیدا کردیم. 28 روز 7 نفر بودیم، نفری 20 تومن گذاشتیم وسط، رفتیم 28 روز برا خودمون. اینا رو ببینین، غلطگیر موتور سواران دل، اونایی که موتور بازن میدونن میخوام باش چی کار کنم. خیلی رخ میده، خیلی. امیدوارم که غلطگیر خوبی باشه. دستمال ور میداریم، میایم لاستیک جلو رو اول خشک میکنیم، تمیز کرد خدایی، یعنی آب خالی فقط زدم چون فشار داشت، تمام خاک و خیل و شست از رو لاستیک. باری کردم. داشتم میگفتم رفتیم 28 روز مسافرت، نفری 20 میلیون گذاشتیم وسط، 7 نفر بودیم، مجردی رفتیم، حال کردیم. انشالله همه نصیب همه بشه. مسافرت رو من با خانواده اصلا ترجیح نمیدم چون دست و بالت بسته است، فقط با رفقا مجردی حال کردیم. کلی هم ولاگ گرفتم، حالا بعدم میذاریم. لاستیک عقبم داریم خشک میکنیم که بهتون نشون بدیم با اون غلطگیرا میخوایم کار کنیم. خب میخوایم نوشته های هک شده لاستیک رو با غلطگیر نمایان کنیم، یعنی سفیدش کنیم. این از این. زیاد غلطگیره احساس میکنم با کیفیت نیست، یعنی میکشیم دیگه. اوه اینم کاملش. غلطگیره زیاد کیفیت نداره، یعنی به یارو گفتم چی با کیفیت میخوام، دهنم سرویس شد. اصلا غلطگیر خوبی نیست، شما تماشا کنین، اصلا غلطگیر خوبی نیست. خیلی رقیقه، میدونین موادش خیلی شله. من غلطگیر زیاد استفاده کردم، این شکلی نبود، فیکشه، همه چیز رو فیکش هم زدن، حتی همین غلطگیر. ولی چه رخی داد، رخشو نیت فور اسپیدی کرد، یعنی مسابقه ای رخ کرد. به به، خیلی میخوابه تو شنگ خطر، خیلی خفن شد.
این ور خراب شد ببینید، خیلی رقیقه. به گا داد این ور، به گا رفت یعنی. خوب شد. لاستیک عقب رو نتونستم بزنم چون خیلی شیاراش بد بود، نمیگرفت. این گلپیچ ها رو میخوام در بیارم خودم آچار کشی کنم، شاید دیگه نبندمشون، چون گلپیچ یه چیز به نظرم یعنی چرتیه، درسته نما میده ولی موتور باید آچار کشی بشه هر 2 هفته. منی که روزی 10 ساعت رو موتورم به کارم نمیاد. حالا شاید این بار که آچار کشی کنم دفعه بعد دیگه کلا بندازمشون دور. اینم در میارم چون میخوام فرمون رو خرگوشی تر کنم، یکم بیشتر بدمش جلو. در نمیاد. اینم از این. جعبه آچار همیشه باتون باشه، مخصوصا کسایی که مثل من کار میکنن. دادیمش جلو فرمونو، بیشتر رفت جلو. رخ خیلی خفنتری میگیره موتور. فرمون هر چقدر ایستاده تر باشه رخش خفنتر میشه تا خمیده بشه. وقتی موتور رو صفر میخری فرمون خمه، خودت باید خرگوشیش کنی ایستاده بشه. صفر شد. اخ انگشتم به گاه رفت. گلپیچا رو میذاریم این دفعه، ولی دفعه بعد دیگه بلند درشون میاریم. این داخل برو تو دیگه. من با دست میخوام. گلپیچ سوم و گلپیچ چهارم اینا من با دست میخوام. میایم واسه انجین. یعنی اول استارتشو میگم، ولی خدا وکیلی موتور تمیز شد. بذار اول پیچا استارتشو صفر کنم. پیچا استارت هم صفر کردیم، فقط این یکیمون. در آوردنش خیلی تو مخیه چون من سفتشون کرده بودم. اوکیه این پیچ اوکیه. این یکم شل بود، این هم یکم شل بود وگرنه اون صفر بود. گلپیچا رو باز میذاریم سر جاشون. گفتیم فقط همین یه بار دیگه. کل موتور آچار کشی کردیم، اصلا نیاز به آچار کشی نبود ولی من واسه محکم کاری آچار میزدم. الان مثلا همینم صفر بود، یا کنید سفته اصلا شل نشد. خب بریم واسه امضای هوشنگ خطر. فرمونو خرگوشی کردم دادم جلو خیلی خفن‌تر شد. 4 کنتاک رو خاموش کنی. 1 2 3 run.
حاجی بعد از 28 روز روشن خطر رو سوار شدم. بعد از 28 روز موتور دارم. برای منی که عشق موتورم سخته. وای چه حالی میده. فرمون رو ببینید چه ایستاده شد. خفن شد. شیعه رو به هم بریزم الان. وای قربون صدات ناز نفست. سرعت رو کیف کنیم. اینم از رخش، اینم از رخش، اینم از رخش. لاستیکو رخو ببینین جلو رو چه شکلی تونستیم شد. بزنیم چون غلطگیرش آشغال بود. واقعا تمیزش کرد. خدا. اینم هنوز نتونستم وردارم، یعنی وقت نکردم چون مسافرت بودم. اینم تایر جلو از این خفنش کرد. اینو دزدیدن ازم بیشرفا. چون چسبش ببینین چقدر قویه، اصلا نمیکنه. بودم سمت موتور دیدم بردنش لاشیا. موتور سواران دل قفل دیسک دزگیردار خریدم. 1,500,000 ناقابل. میریم با هم که تستش کنیم. خب این از دیسک میذاریمش مثلا اینجا. بذار ببندمش. این قفله. وقتی فرمون موتور تکون بخوره، حالا حالت فرمون تغییر کنه، صدا در میاره. بشنوید. این یه صداشه. وقتی از دوباره طرف پیله بشه با فرمون بازی کنه صدا بیشتر میشه. اینم از دزگیرش. چه دزگیر خرکیه. صداش مخو میترکونه. یه بار دیگه میخوایم فرمون رو بازی بدیم صداش در بیاد. اون از اون ما واسه امنیت بیشتر اومدیم یه قفل دیسک دیگر رو خریدیم که بهش میگن قفل دیسک جیبی. اونو که گذاشتیم واسه محکم کاری، میایم اینم یه جای دیگه میزنیم. حالا میخوام اینم قفل کنم با صداش در میاد. اینم از این 2 جاش قفله. مارکش چیه؟ مارکش اینه. آلارم دیسک لوک. مارکی نداره. من جعبشو انداختم. بریم با هم بازش کنیم. بریم فعلا بازش کنیم. وای چقدر صداش خرکیه. باشه باش. اذیت نکن. وقتی بازش کنی صداش قطع میشه. این از این. بچه ها خیلی هم سنگینه. ببینید خیلی هم سنگینه. آره دیگه. بارون بهش بخوره صداش در میاد. صدای بلند بهش بخوره صداش در میاد. اینجا هم لرزش، مثلا یکی سیستمشو زیاد کو صداش در میاد. اینو نمیدونم چیه. کلیدش هم این شکلیه. حالا درش بیارم. کلیدش این شکلیه. از این برنجی هست.
نشون نمیده. خب برنجیه کلیدش. موفق باشید.